پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند نه تنها خود ایشان این دعا را بسیار میخواندند، بلکه برای ما هم توصیه کردند که این دعا را همیشه زمزمه بکنیم، همان طوری که فرمودند اللهم اینی اعوذ بک من جهد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء. جامعترین و قویترین دعایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه میخواندن این دعا است که اللهم اینی اعوذ بک من جهد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء. هر یکی ما و شما باید این دعا را از صمیم قلب همیشه همان طوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همان منزلت و بزرگیشان این دعا را بسیار میخواندند، پس ما کی هستیم که از این دعا رو میگردانیم و یا این دعا را در زندگی خود جای نمیدهیم؟